بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه أطهرين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن: الأول الشرك في عبادة الله. موضوع امروزه اکنون شروع در نواقض اسلام است. شروع در چیست؟ در نواقض اسلام. شیخ الاسلام فرمود که بدان شکننده های اسلام، باطل کننده های اسلام از 10 تا باطل کننده عبارت است. فهمیده؟ یکی از اونها در عبادت الله تعالی شریک مقرر کردن است، یعنی که شریک آوردن است. شارح الله نگهدارش روشن می‌فرماید: اعظم انواع الردة الشرك في عبادة الله. از همه بزرگترین نوع و نمودهای مرتده این در عبادت الله شرک مقرر کردن است. بأن يعبد مع الله غيره. میشد گفتن بأن يعبد عبد مع الله غيره، یکی میشد بأن يعبد الله، بأن يعبد مع الله غيره، ما وقت غيره میشد. یعنی به اون طرز که عبادت میکند همراه الله غیرش را. عبادت میکند بنده عبادت میکند با همراهی الله غیرش را. کأن یذبح لغیر الله، به مثال آن که برای غیر الله ذبح میکند. او ینظر لغیر الله، یا که برای غیر الله نظر و نیاز میکند. او یسجد لغیر الله، یا که غیر الله را سجده میکند. او یستغیث بغیر الله، یا که دادخواهی میکند. یا که چی دادخواهی کردن میدونه چه؟ یعنی یاردم میپرسد در وقتی مشکله، در وقتی سخته فریاد کردن، یاردم پرسیدن، استغاثه میگویند. در رسول ثلاثه گذشته بود. اکنون دادخواهی کردن مگر نمیشد غیر الله را. یک انسان غرق شده است، یک انسان خانهش سوخته است، یاردم میپرسد، خلاص شدن میخواهد، آیا حق ندارد یاردم پرسد؟ میتواند از غیر الله یاردم پرسیدن در آن چیزی که بنده قادر آن است. میتواند که مثال گیریم ناربان باشه برای شما، مثال گیریم دیهد برای خاطری که از خانه تو فرامدن از خانه آشیانش بلند باشد، یا که مثال گیریم در آب غرق میشدنی باشه، یگون دامن دراز کند، دست دراز کند به تو، یا که رسمان دیهد، یک چیز دیهد که تو را نجات دیهد. این کار در این مسئله صحبت نرفته است. صحبت درباره ان یستغیث بغیر الله فیما لا یقدر علیه الا الله. کدام نوعی استغاثه شرک است؟ همان نوعی که جز الله به وی دیگر یگان کس قادر نیست. فهمیدی؟ مثلا گویم ماشینش چپه میشود و داد میزند، یا علی میگوید دستی منه گیر، یا کی مثال یا غوث العظم میگوید، یا میگوید یا حسن یا حسین یاردم تی میگوید. یا که بسیار آن شیعه های خبیث حتی در تولدخانه زناشون هنگام تولد کردن یا حسن یا حسین مدد کن گفته بعد تولد میکنه. خیلی هسته. مفهوم؟ اینها یاردم پرسیدن از غیر الله شده است، در آن چیزی که جز الله قادری این کار نیست. هم خلاص
هذا اعظم انواع الرده، این از همه بزرگترین نوع و نمود مرتد است، یعنی که خروج از دین است. قال الله تعالى، الله تعالى میفرماید انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. بدرستی کسی با الله شرک مقرر بکند الله برایش جنت را حرام میگرداند، یعنی الله معنیش میکند که بعد جنت در مورد جنت و مأواه النار و ای مسکنه النار، یعنی جایگاه او، جای استقامت او، جای زندگی او دوزخ است، آتش است. میفرماید نیز ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بدرستی الله نمی آمرزد و او شرک مقرر کردن را و غیر از آن دیگر گناه ها را می آمرزد لمن یشاء، برای کسی خواهد. شیخ خودش میفرماید که غیر از شرک دیگر گناه ها در تحت مشیت می باشند، گرچنده که گناهی کبیره باشند. و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. کسی با الله شرک مقرر بکند، شریک بیارد، واقعا این انسان یک کاری کرده است که باعث یک افترای کرده است، یک تهمت کرده است. تهمت می‌دهد، افترا بافته، یک چیزی بافته کرده است که به سبب این بافته اش گناه بزرگی را روبرو می شود. نعم. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. کسی به الله شریک مقرر بکند واقعا این کس گمراه شده است که از همه دور، چنان گمراه شده است که از توحید دور شده است. نعم. فالشرك هو اخطر انواع الرده. شرک این از همه خطرناکترین، خوف دارترین نمودهای مرتد است و هو ان یعبد غیر الله بأي نوع من انواع العبادات. مراد از شرک عبادت کردن بنده از غیر الله را به کدام نوع از انواع عبادت نباشد. فهمیدید؟ به کدام نوع عبادت که نباشد که نامش عبادت باشد برای غیر الله صرف کرد، این چی میشد؟ شرک میشود. بالدعای، مثلا به دعا کردن، یعنی جنده دعا داخل میشد، دعای مسئله و دعای عبادت. در اینجا صحبت درباره چی میرود؟ صحبت درباره دعای چی میرد؟ درباره دعای عبادت رفته ایستاده است که دعای غیر عبادت برای غیر الله استفاده برده نمیشود و دعای مسئله برای غیر الله برده میشود به شروط. یکی از شرطاش چی است؟ حیون زنده باشد، حاضر باشد و قادر باشد. اینا در دعای مسئله همه وقت استفاده برده می شود. مثلا سوره فاتحه هر دو نوع دعا دارد: الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این دعای چی است؟ دعای عبادت است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دعای چه؟ مسئله است که اینا هر دو دعا، این دعای عبادت خاص برای الله و دعای مسئلت هم اینجا خاص برای الله شده است که اینجا اهدنا الصراط المستقیم، اهدی اینجا راهنمایی به معنی هدایت، به معنی توفیق است که توفیق جز الله کسی داده نمیتواند، حتی پیغمبران هم داده نمیتوانند. اون هدایتی که پیغمبران میتوانند کردن و چیه؟ و هدایت ارشاد است، راهنمایی است، راه نشون دادن. اما او را در دلش ایمان انداختن و او را توفیق دادن که مؤمن شود، مسلمان شود، اینه جز الله کسی نمیتواند کرد. مفهوم؟ نه. به ذبح، یا که مثال گیریم به ذبح کردن، بعضی کس شرک می آورد، ذبح برای غیر الله میکند، یعنی به اون معنای ذبح عبادت. فهمیده؟ اینا موقع ذبح با نوعها هست. ذبح عبادت مثل یک انسان، یک کس خانش مهمان میبیاد، گوشت ندارد، میخواهد که اکرام کنند مهمانه، گوشتی تازه ذبح میکند. میشد یا نه؟ میشد. ذبح عبادت نیست. خب به نظر، یا که نظر نیاز کردن، نظر مثال گیریم دو خیل میشود، نظری مطلق میشود، نظری مقید میشود.
نظری مطلق کدام نوع میگویند؟ نظری مطلق آن نظر میگوید که اگه انسان هم تو هیچ چیزی نیست یک شرط و شروط نماده میگوید که من نیت دارم که انشاءالله یک 20 رکعت نماز خوانم، یا که میگوید نیت دارم که یک 5 جز امروز قرآن خوانم. این چی میشه؟ واجب میشود. این نظری مطلق میگویند، زیرا اینکه یگون چیز قید نکرد. نظری مقید آن نظر رو میگون که اینم با مانند همین است، فقط شرط گذاری میکنه. مثلا میگون که اگر الله فرزند صحت سلامت از حبس خلاص کند من 20 رکعت نماز میگذارم، یا که 3 روز روزه میگیرم، یا که در یک ماه قرآن ختم واجب میشود. اکنون واجب شدن همین نظر کدام وقت میشود؟ وقتی که فرزندش از حبس خانه براید. فهمیدید؟ وقتی که فرزند از حبس خانه براید همون 20 رکعت نیت کردگیش، همون 3 روزه نیت کردنیش، یا که یک ماهنده قرآن ختم کردنش چی میشد؟ واجب میشود. واجب میشود. این چی میگوین؟ این نظری مقید میگوین. فهمیدتون؟ اگر پرسیدمونم نظری مقید و مطلق چی فرق داره باید که فهمونده تمانیم. اختصارا گفتی سادیم بلی استغاثتی. خب و اگر مبادا خواه نظری مطلق باشد و خواه نظری مقید باشد برای غیر الله استفاده برد، یعنی نظری معصیت باشد، اون وقت ادا نمیکنه. و مثلا میگوید که اگر فرزند من الله سبحانه و تعالی صحت سلامت خلاصش کند من رفته در فلان مزار گوسفند میکشم، نظر میکنه. ممکن نیست. اینا یعنی که با جواب آوردن نمیتواند، ممکن نیست، معصیت گناه هست. یا که میگوید که من اگر صحت سلامت اگر برام گه عرق می نوشم میدید، فهمیدید؟ همینا چند حرام است، ممکن نیست. بلی استغاثتی، یا که مثال گریم غیر الله را عبادت میکند با دادخواهی کردن در آن چیزی که جز الله قادری آن نمی باشد. بلی استعانتی، یا که یاردم پرسید، عکس یاردم میپرسد فیما لا یقدر علیه الا الله، در اون کاری که جز الله دیگر کس قادر نمی باشد. مثال گریم یک کسی میپرسد میگوید که شما میگوید دعا کنید، میگوید یک کار کنید آخه یک پسر یا مامان یک کار کنید دعا کنید آخه معوذ بالله. یدعو الموتى، مرده ها را دعا میکند، میخواند، دعا عبادت. یستغیث بالقبور، یاردم میپرسد در وقت مشکل از قبرها. یستنجد بالاموات، از مرده ها یاردم میپرسد. استنجد به معنی استعانه، یاردم پرسیدن میشد. هذا هو اخطر انواع الرده و اعظمها، این از همه خطرناکترین نوعهای مرتدی است و از همه بزرگترین انواع مرتدی است. و هذا علیه کثیر ممن یدعون الاسلام، به همین بسیاری از کسانی که ادعای اسلام میکنند هستند. یعنی در این بلا، در این نوع مشکلات بسیار کسانی گرفتار شدگی هستند که یدعون الاسلام، دعوی اسلام میکنند. من مسلمانم میگود قبر پرستی میکنم، من مسلمانم میگود یعنی که مزار پرستی میکنم، من مسلمانم میگود چیکار میکنند؟ همین کارهای شرک میکنند. یبنون الاضرحه، یعنی چیکار میکنند؟ قبرها میپوشند، زیارتگاه ها میپوشند، مزارها تشکیل میکنند. و یطوفون بها، در اطراف همون گنبزها، در اطراف همون اضرحه قبرها چیکار میکنند؟ قبرهای با حشمت طواف میکنند، حالان که طواف در غیر کعبه این چه اجازت نیست. و یذبحون لها، برای این قبرها ذبح میکنند. و ینظرون لها، برایشون نظر و نیاز میکنند، مرغ میکشند، گاو میکشند و گوسفند میکشند. و یتقربون الیها، به اونها نزدیک میشوند، احترام میکنند که همین صاحب قبر از ما راضی شود. یقولون، میگویند لانها تقربهم الی الله، اگر پرسشون برای چی این کارو میکنید، نزدیک فلان مزار میروی این کارا رو میکنی، میگوید که اینها ایشان گویا که به الله نزدیک میکردن، یعنی ما به اینها نزدیک میشویم، اینها باشن ما را یک جای به الله نزدیک میکنن. هم یتقربون لها، ایشان خودشون به این قبرها نزدیک میشوند. و هی بزعمهم تقربهم الی الله عز وجل، و این قبرها باشن به گمان اونها ویها را به الله نزدیک مقرب میکردن. لماذا لم يتقربوا الى الله من الاصل، برای چی اینها
برای چی این بیخیرت ها، برای چی این بیسواد ها، جاهل ها، یعنی به الله در اصل یا که از اصل خودشون نزدیک نمیشن، بیگم بسته و یترکو هذه المتاهات، این چیزای گمراه کننده را برای چی ترک نمیکنن؟ متاهات بوده چیزایی که بی‌رها میکنن آدم، بیراه، گمراه. لیتقربوا الی الله، برای چی ترک نمیکنن؟ میخوان که اینا به الله نزدیک شوند. فانه قریب. لیتقربوا الی الله، این امر بوده است، باید به الله نزدیک بشوند، به الله نزدیک شوند. فانه قریب مجیب، الله نزدیک به ایشان، اجابت کننده هست، یعنی سوال اینها جواب میدادگی ذات است. لماذا تتقربون للمخلوقین، چرا شما با مخلوقان نزدیک میشوید و تقولون، میگید که المخلوقون یقربون الی الله، این مخلوقان ما را به الله نزدیک مقرب میکنند. چرا اینطور میکنید؟ هل الله سبحانه و تعالی بعید، آیا الله سبحانه و تعالی دور است؟ هل الله اغلق ابوابه، آیا الله درهای خود برای شما محکم کرد؟ بس. هل الله لا یعلم ولا یسمع خلقه، آیا الله نمیداند و خلقش نمیشنود؟ ولا یرى ما یفعلون، و آیا الله نمیبیند اون چیکاره که مخلوقا میکنند؟ الله جل و علا قریب مجیب، الله عز و جل نزدیک است، اجابت کننده است. میفرماد که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، اگر بندگانی من تو را از من بپرسند، بس به درستی من نزدیک هستم. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم، قبول میکنم دعای دعا کننده را. اذا دعان، وقتی که مرا دعا بکنند. اگر احمد داده باشد یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن ماذا ينفقون، همه اینها در دوامش چی دارد؟ قل. یسألونک ماذا ينفقون قل، یسألونک عن المحیط قل. اما این آیت ندارد. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، قل نگفت. برای چی؟ برای خاطر این حاجت بکنه. این دعا الله نزدیک است. فهمیدید؟ در اینجا قلنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، و پروردگار شما فرمود ادعوني، مرا دعا کنید، استجب لكم ای اعطيكم ما طلبتموه، من اون درخواستی که شما دارید به شما میدهم، من دعا کنید. انه قریب مجیب، هر آینه او نزدیک است و اجابت کننده دعا است. لماذا تذهب و تدعو غیر الله، چرا تو ای بنده میروی و فریاد میکنی غیر الله را؟ و تقول هذا یقربنی الی الله، میگویی که این منو به الله نزدیک میکند. خیلی که مشرکان میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما وایها را به اون خاطر عبادت میکنیم تا ما را به الله نزدیک بکنن، ای شفاعت بکنن. لیشفعوا لنا لیقربونا الی الله، ای لیشفعوا لنا، ما را شفاعت بکنن الی الله، به سوی الله، زلفا ای قربتا و منزله، یعنی کاری کنن که منزلتی ما، قربتی ما به الله یعنی که چی بلند شود. یعنی که ان الله لا یعلم ولا یدری، یعنی چنانه که الله نمیدونسته باشد و نمیدونسته باشد. هكذا زين شياطين الانس والجن لهؤلاء، انا من طور میگوید شیطان های جن و شیطان های انس برای این گمراه ها زینت دادن، این کاری قباحت شونه. و هم يدعون الاسلام، اینها باشن دعوای چی میکنن؟ اسلام میکنن. ما مسلمان میگیم دین ما اسلام است. و یشهدون ان لا اله الا الله، و طور خودشان شهادت میدهند لا اله الا الله میگویند. و یصلون، نماز میگذارند. و یصومون، روزه میدارند. ولكن یخلطون اعمالهم بالشرك الاکبر، ولی چیکار میکنند؟ اعمالشون را، کارهای کردگیشون، عبادتشون به شرک اکبر آمیخته میکنند. یخلطون، خلط میگون که ارلش کردن، یخلطون. فیخرجون من دین الاسلام، و سبب این کار از دین اسلام میبرایند و میگن که ما در دین اسلام هستیم.
فهمید؟ يخرجون من دين الإسلام ويقولون نحن مسلم وهم يصلون ويصومون ويحجون و حالا اینکه باید نماز میگذارن، روزه میدارن و حج میکنن. والذی یراهم یظن انهم مسلمون، اون کسی که از دور و یارو تماشا میکند گمان میکند که ایشان کیان؟ مسلمانن. فینبغی معرفت هذا، این دانستن لایق است، واجب است، ضرور است این دانستن. فالشرک بالله عز وجل هو اخطر الذنوب، با الله شریک قرار دادن این از همه خطرناکترین گناه است. و اعظم الذنوب، از همه بزرگترین گناه است. و مع خطره و شره وقع فيه كثير ممن يدعون الاسلام، نظر به خطر او نکرده، نظر به بدی این گناه نکرده بسیار کسانی هستند که افتیدگان در این خطر. از کسانی که یدعون الاسلام، از اشخاصی که از کسانی که دعوای اسلام میکنند ولا یسمونه به نامگذاری نمیکنند، میگن که این شرک نیست. یسمونه التوسل، میگن این وسیله ای. فهمیده؟ وسیلهش میگن، یعنی که چی؟ واسطه ای. او یسمونه طلب الشفاعه، طلب الشفاعه، یا میگن که این طلب شفاعت است، میگن شرکش نمیگن. او یسمونه باسماء غیر شرک، یا که نامهای غیر شرکی او را نامگذاری میکنن. ولكن الاسماء لا تغير الحقائق. دیدید این خط کشیده در زیرش، این گپ خیلی هم ضرور است. شیخ بسیار ذکر میکنه این مسئله را ذکر میکنه. لیکن نامها حقیقت دیگرگون نمیکنن، یعنی در حقیقت گرد این کارشون چه؟ شرک است. نامش دیگر شدن و آیا با این حقیقت دیگرگون میشد یا نه؟ یک انسان مثال نامش مثال گیریم تیشبای، بالتبای، طاعت و عبادت میکنه، طاعت و عبادتش پسندیده است. یک انسان دیگر مثال گیریم نامش محمد است، عباس است، نامای زیبا دارد، سیگار میکشد، شراب مینوشد، دزدی و غره میکنند. آیا کدامش، یعنی که همون نامش محمد بود دیگه احترامش بلنده، یا که تیشبای و بالتبای؟ میدونم نامش موافق سنت نیست، ولی اون انسان خوبتر است، زیرا که نام، این نام یعنی که بگیم حقیقت دیگرگون نمیکنه. مفهوم؟ الشرک هو الشرک، شرک است، یعنی چیز حرام تمام آراسته و زینت قطعی حلال نمی شود. مثلا خوک، یک کس میپرسد که گوسفند میشه از پشت کشتن سر کنی، از گردنش نه، حرام میشه؟ ممکن نیست. از گوشش برید، از پشت گردنش بریدن میشه؟ نه، گوسفند حلال حرام میشه. یک کس میپرسد که خوک در ضرورت هم خوک خوردن میشه یا نه؟ مثلا در گرسنگی میمیرد، میشود. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الله میفرماید حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غیر باغ، کسی مجبور شود، ولا عاد فلا اثم عليه، گناه نیست. آیتور میخونه نمیفهمه معناش. اکنون اجازه بود از خوک خوردن در ضرورت، اکنون خوک گرفت، مثال چیکار کرد؟ موافق به همون قاعدش ذبحش کرد، حلال میشه؟ حلال نمیشه. چه خیلی خواهد او را کشته خوردن، چه خیلی که سبکتره برای من حیوان کشتنش، خواه بکار در دلش میزنن، میکشه او را، خواه چی کارش میکنن، مهم یعنی عذاب ناداده. یعنی که نام حقیقت دیگرگون نمیکنن. فهمیدیم؟ من برای خاطر این تکرار با تکرار گفتیم. نعم، الشرك هو الشرك. نعم، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. قفتين ما؟ نعم، وهذا أخطر الأنواع، إن أزهم خطر نكترين نوعي
چی مرتد است. و اکبر الانواع و اکثر الانواع وقوعا از همه بسیارترین نوع است که مردم بسیارتر در همین واقع شدگی هستند، یعنی افتیدگی است. مع انه ظاهر فی کتاب الله، با وجود آن که این انیق است در کتاب الله. نگاه کنید، حاجت به معلم و به تفسیر نیست. اندک عربی خوانی بفهمی که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ان الله انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ظاهره خیلی در اصول سته میگه شیخ. هم خلاص. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر در سنة پیغمبرم این ظاهر است، یعنی پوشیدن است. المنادات والتحذير منه والتواعد عليه ظاهر، یعنی اون نداها یا در قرآن اومده نداها در سنت، اون یعنی تحذیر، یعنی که احتیاط کنانیدن از شرک و وعده عذاب علیه مشرک یا که علیه الشرک. ظاهر همینا نمایان است. لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك. قریب که یگان سوره قرآن از احتیاط کنانیدن از شرک خالی نیست. قریب که همه سوره های قرآن چی دارد؟ یعنی که ظاهرا چی از شرک باز داشته است. و مع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. با وجود این و مع هذا چی میشن؟ با وجود این ایشان قرآن خوانن و از شرک یک جانب و کنار یک طرف نمیشوند. و ربما یاتی واحد و یقول، و بسیار وقت یگان کسی میشود که می آید و میگوید. چی میگوید؟ هؤلاء جهال معذورون بالجهل. اینا جاهلان، اینا عذر دارن، اینا یعنی عذرشون جهل است، بی سوادن. و نقول ما برایشان چنین میگیم که علامت الجهل نادونی توکه، نادونی توکه است. نماز جمعه میرن میگوید شرک است. اما توکه یک مراتبه اسلام در آمدگی باشه خیلی میگیم معذور است. نخود یعنی که صاحب فرزند شدی، صاحب نبیره شدی، خیلی که میگن که پشت بلی بی گور رسید است، میگن که این جاهلن. عذر توکه، عذر هم یک حد حدود داره. عذر چی؟ یک حد اندازه داره. این خیلی نه که مثلا پیر شده است و مرده استاده است، تمام عمر در صف پیش مسجد است و میگن که این جاهله. اینا نه. فنقول علامت الجهل والقرآن یتلا. قرآن تلاوت کرده، قرآن از بین برداشته شدگی نیست کرد. و هم یحفظون القرآن، قرآن از بر میدانند و یقرؤون قرائتش میکنند. لقد قامت علیهم الحجة ببلوغ القرآن. یعنی که حجت قائم شدگی است، برپا شدگی است، با وجود اومدگی به مقابل اونها به سبب رسیدن قرآن. فهمیده؟ قرآن اومده رسیدگی است به خانه همه. قرآن به گوش همه رسیده است. الله میفرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. به من این قرآن را وحی کرده شده است، یعنی اینه از طرف الله به من داده شده است. برای چی؟ لانذرکم به ای لاخوفکم به، تا من شما را به این قرآن بترسونم. فهمیده؟ ای لانذرکم به معناه لاخوفکم، تا شما را بترسونم به این قرآن. و کی را بترسونم؟ و من بلغ، و به کسی که این قرآن رفته رسیدگی است. ای من بلغه القرآن. كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. به هر کسی که قرآن رفته رسیدگی باشد واقعا به مقابل او حجت تیار است. ولا عذر له، عذر ندارد. صاحب متن میفرماد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. به درستی الله نمیآمرزد به او شرک مقرر کردن را و غیر از آن، یعنی غیر از شرک دیگر گناه ها، گرچند یکی گناه کبیره هم باشند که الله میبخششون، لمن یشاء، کسی را خواهد. ان الله لا يغفر ان يشرك به. هذا يدل على ان الشرك هو اعظم الذنوب.
همین آیت خواندگی انسان میفهمد که این آیت یا که این سخن، این کلام الله دلالت میکند که شرک از همه گناه بزرگ است. ان الله لا یغفر مخلص بحيث ان الله لا يغفر لصاحبه که بدرستی الله صاحب شرک نمی بخشیده است الا اذا تاب منه، مگر وقتی که توبه بکند در اون حین می بخشد. در اون حین چه؟ او را می بخشد. نه. و یغفر ما دون ذلك، و می آمرزد غیر از آن را، ای ما دون الشرک، غیر از شرک را، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، بمانند زنا و عرق نوشیدن و دزدی کردن و خوردن ربا خوری. هذه كلها دون الشرك، اینا همشان از شرک پایانند. این اون معنا ندارد که یعنی زنا اجازته الله میبخشد، عرق اجازته الله میبخشد، نه، اون معنا ندارد. اینم خطر دارد بعد شرک. و هي داخلة تحت المشیئه، اینها در زیر خواست الله داخل است. و اصحابها اصحاب کبائر، یعنی این کارها را کردگی ها، صاحب این کارها، صاحب زنا، صاحب عرق، صاحب دزدی، صاحب یعنی که ربا، اصحاب اینا اصحاب کبائر هم، گناه کبیره کردگی هستند. و هم فساق، و یا را فاسق میگویند، یعنی مؤمن های فاسق، مؤمن های ضعیف ایمان. یعنی کدام وقت انسان این کارها را دست میزند و وقتی که این کارها را انسان دست زد معلوم میشه که ایمان ضعیف است. هم خلاصه یعنی الایمان یزید و ینقص، ایمان مؤمن زیاد میشد کم میشد. یزید بماذا؟ بالطاعت و ینقص بماذا؟ بالمعصیه. برای همین انسان باید دائم در تلاش و کوششی اون باشد که همین دائم ایمان و خسته است. فرومد یک مشکلی در سرش میاد. نه، انسان باید دائم، ما چخلی که انسان، بعضی انسان هستن که دائم در یک دکتر چیکار میکنن، خودشون خبر گرفته سلامتشون میست که دوله نشد ویرون نشد یا که مثلا سلامتش ویرون شد. یعنی انسان باید که دائم خودش خبر گرفته است که ایمانش زیاد شود و کم نشود. نه. ولكنهم لم يقعوا في الشرك، ولی اینها فقط در شرک واقع نشدند. و انما وقعوا في الكبائر، اینها فقط در چی؟ در گناه کبیره واقع شدند. در چی شدند؟ در گناه کبیره زدند. فهي تنقص ایمانهم، انمی گناه کبیره گناهاشون کم میکنند. معذرت، به سبب گناهشون کم بودن چی؟ ایمانشون کم میکنند. مفهوم؟ فهي یعنی که این گناهی کبیره تنقص ایمانهم، ایمانشون کم میکنند. و یحکم علیهم بالفسق، حکم اینها چی میشد؟ به اونها فاسقی را حکم کرده میشد، اینا را فاسق میگید. ولو ماتوا ولم يتوبوا، اگر بمیرن و توبه نکنن فانهم تحت المشیئه، اینها در زیر چی میشن؟ خواست الله میشن. ان شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحید، اگر الله بخواهد اونها را میبخشد به سبب اونی که توحید دارند، یعنی به سبب اون که توحید دارند. و ان شاء عذبهم بذنوبهم، اگر بخواهد اونها را به گناهشان عذابشون میکند. ثم مآلهم الى الجنة بالتوحید الذي معهم، سپس با عاقبتشان یعنی که بازگشتشان و سوی جنت می شود. این هم به طفیل همون توحیدی که همراهشان است. هذا مآل اصحاب الكبائر التي دون الشرك، این عاقبت صاحبهای گناه کبیره کردگی است که گناه ها دون الشرك، از شرک پایان است. و قول الله تعالی می فرماد و یغفر ما دون ذلك، یعنی غیر از آن، غیر از شرک را می بخشد. دل على ان جمیع الذنوب كلها دون الشرك، این آن دلالت میکنه تمام گناه ها همشون از شرک پایان، یعنی زینه ویها، جنایت ویها از شرک پایان است. و ان الشرك هو اعظمها و اخطرها، شرک این از همه بزرگتری اونها و خطرناکتری اونهاست. فدل على
خطورت شرک این آن دلالت میکند چرا؟ خطرناک بودن شرک را و انه اعظم الذنوب که وی از همه بزرگترین گناهان است. نعم. وقال تعالى صاحب مثل میگوید انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. بدرسه کسی با الله یگان کس و یگان چیز را شریک مقرر بکند واقعا الله به او جنت را حرام میگرداند و جایگاه او دوزخ است و برای ظالم ها یعنی برای مشرک ها یگان کمک رسانی نیست که ایشان را خلاص کنند از عذاب الله. شارح میفرماید هذه عاقبته فی الاخره، این عاقبت مشرک است در آخرت. چی بوده است؟ عاقبت او در آخرت از چی عبارت بوده است؟ انه حرم علیه الجنة، الله به او جنت حرام قرار داده است، یعنی منعه من دخولها، الله از در آمدن جنت او را منع کرد. منعا بتا مطلقا، یعنی منع البته. بتا چی؟ منع قطعی مطلقا. با بعضی کسا دوزخ می‌دارند و یا مقید میگون، یعنی به مقدار گناهش میسوزده با میبرد، اما مشرک مطلق میدارد دیگه برآمدنی ندارد. لا مطمع له فيها. فهمیدید؟ در جنت یگون طمع نیست برای او، یعنی که اهل طمع اگر چندی که به دوزخ داخل شوند با طمع دار هستند که میبرند. این یذهب، اکنون این مشرک کجا میرود؟ اذا لم يكن من اهل الجنة فاين يذهب، اگر از اهل جنت نباشد پس کجا میرود؟ یسیر عدمه، نیست نابود میشود، بوق میشود، خاکستر میشود، نیست میشود؟ لا، نه. مأواه النار، یعنی که جایگاه او دوزخ میشود، خالدا همیشه، مخلدا فیها، ابدی در اونجا میماند. و ما للظالمین من انصار ای المشرکین، یعنی برای مشرکان نیست یگون یاردمچی، لان الشرک ظلم، زیرا که برای چه ظالم در اینجا مشرک ظالم بود؟ زیرا که شرک ظلم است، هو اعظم الظلم، شرک از همه بزرگترین ظلم است. ما لهم من انصار، برای اونها یاردمچی نیست، ای ما احد یستطیع ان یخرجهم من النار، یگان کس نمیتواند که ایشان را از دوزخ برآورد. او یشفع لهم عند الله، یا که برای فایده اونها در پیش الله شفاعت بکنند. کما یشفع لاصحاب الكبائر، خلی که گناه کبیره کردگی ها را شفاعت کرده میشوند، اما مشرک شفاعت کرده نمیشوند. و یخرجون من النار بالشفاعه، دیگر گناه کبیره کردگی ها غیر از شرک از آتش دوزخ میبرایند بالشفاعه، هم به شفاعتی شفاعت کننده ها هم خلاصه، یعنی که از پیغمبران و از دیگر دیگر کسان. هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعین، اینها را باشد شفاعت کننده به اونها سود نمی بخشد، یعنی فایده نمی دهد. و ما للظالمین المشرکین، برای مشرکان نیست من حمیم، ننویسته حمیم، گفته یگان خیش نزدیک ندارد. مشرک یگان حمیم، یعنی یگان خیشی نزدیک ندارد. ولا شفیع یطاع، یگان شفاعت کننده ندارد که او را اطاعت کرده شود. المشرک لا تقبل فیه شفاعه والعیاذ بالله، یعنی که در مشرک یگان شفاعت را قبول کردن نمی شود. الله پناه ده. و مأواه النار، مأواه یعنی مقره، قرارگاه او، جایگاه او دوزخ است. و بئس المأوا، و بئست المأوا، چی جایگاهی بد است، چی جایگاهی بد است که جایگاه او دوزخ باشد. لیس له مأوا غیرها ابد الابد، یعنی برای او دیگر غیر از دوزخ دیگر یگان جای نیست، ابد الابد، یعنی که ابدی. فذنب هذا خطره و هذه عاقبته، اون گناهی که خطر او چنین باشد، آن گناهی که عاقبت او این باشد، هل یجوز تجاهله، آیا اکن جایز است نسبت این گناه
بی خبر بودن، بی سواد موندن. و عدم معرفت این ندانستن آیا جایز است و عدم التحذیر منه، از چنین گناه احتیاط نکردن یا که احتیاط نکنانیدن دیگرها را آیا جایز است. و یقال اترک الناس، و ممکن است گفتن که مردم ماند به حال خود، اترک القبورین، ماند قبر پرستان را قبر بپرستند، و عباد الاضرحه، گنبد پرستان را ماند، و اترکوا کل من عنده ردة اترکوه، هر کسی که مرتدی دارد پرتاید برد به حال خود ماند، مادام انه یدعی الاسلام فهو مسلم، مادامی که او یعنی دعوای، یعنی تا آن دمی که تا آن هنگامی که وی دعوای اسلام میکنه وی مسلمان است. و واجه الملاحده، با ملحدها شما رو برو شوید، با ملحدها شما دعوت بکنید، به اونها گپ زنید. میگویند آیا جایزه میگه گفتن؟ نقول هؤلاء اشد من الملاحده و اخطر من الملاحده، یعنی ما میگیم در جواب که اینها از ملحدها اشدیان و خطر اینها از خطر ملحدها هم چی سخت. ملحد اون کسایی بیدین میبینن. شیخ میفرماید صاحب متن شیخ الاسلام و منه الذبح لغیر الله كمن يذبح للجن او للقبر، از جمله شرک داخل میشود ذبح برای غیر الله کردن، با مانند یک کسی که برای جنها ذبح میکند یا که برای قبرها چه ذبح میکند. نعم. وقال الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع. الشيخ این مثال ذکر کرد زیرا که این واقعا همین خیلی است، همین کار واقع شدگی است، یعنی که واقعا شده ایستاده، در واقع هست. و یتساهل الناس فيه، در این باره، در این مسئله مردم بی اهمیتی میکنند. یتساهل و یذبحون لغیر الله، مردم برای غیر الله ذبح میکنند. یذبحون للجن، برای جنها ذبح میکنند. چرا؟ اتقاء لشرهم، برای خاطر احتیاط کردن و که ترسیدن از شر اونها. و یذبحون لهم من اجل العلاج و الشفاء، برای جنها ذبح میکنند. برای خاطر چی؟ برای خاطر یگون علاج یافتن، شفا یافتن، از پرابلم خلاص شدن، از خطر برآمدن. یتساهل الناس فی هذا، مردم در این مسئله خیلی هم بی اهمیتی میکنند، بی پرواگی میکنند. و هو کثیر الوقوع، این بسیار واقع میشود. مع انه شرک اکبر، نظر به آن نکرده که این شرک اکبر است. یخرج من المله، از ملت اسلام میبرد، کافرت میکند. و ما هو سهل، این آسان نیست. یقول له الشیطان اذبح خروفا، شیطان برایش میگه که گوسفند بکش. اذبح دجاجه، مرغ بکش. گوسفند کشتن چیه؟ هیچ مشکلی نیست. مرغ کشتن چیه؟ هیچ مشکلی نیست. هذا سهل، این آسان است. ولكن لا ينظر الى الشرك، نگاه نمیکنه به شرک، اما شرک بودنش مشکله. فالذي ذبح ذبابه، اون کسی که پشه کشت، کتاب توحید خواندگی باشه، دخل النار، به سبب پشه دوزخ به در اومد. هم خلاص این پشه چیزی معده های گفته خون ندارد، هیچ گم داره مونده، این شرک نیست. دیده پشه کشتن مشکل است؟ نه بازار میری نه یک جا میرم میگم این گرد اطراف منی 10 تا میگیری، من 1 تا نه 10 تا قربانی میکنم. قینه یگون قینه نداره، این وجود ترکیش گفتم قین، یعنی مشکل است، مشکل نیست، دشوار نیست. لیس النظر الى المذبوح، به همون چیزی ذبح میکردگی نظر نیست، به این نظر نکن تو پشه میکشی، مرغ میکشی. و انما النظر الى العقیده، نظر به عقیده است. النظر الى نیت القلب، نظر به نیت قلب است. النظر الى عدم المبالات بالشرك، نظر به بی‌پرواگی به شرک است. تو به شرک بی‌پرواگی کردی. لیس النظر الى قیمت المذبوح، نظر به نرخ و نوای یا که ارزش اون ذبح میکردگی نیست که پشه یعنی که ارزونه، یا که مرغ از گوسفند، یا که گوسفند از گاو ارزان‌تره، یا که میشه بها این نرخش بلنده. فالذی ذبح ذبابا دخل النار، اون کسی که پشه رو ذبح کرد به دوزخ در آمد. خبردار هستی؟ الناس یتساهلون فی هذا، مردم در این مسئله بی پرواگی بی اهمیتی میکنند. من اجل ان یقضی حاجته، پروا ندارد مردم برای خاطر حاجتش روا شود گفتن.
همین حاجت هم مراد هم حاصل شود شد. او یعلمه الشیء الغائب، یعنی که مهم برای اون یک چیزی غایب بشه خبرش کند شد. یعنی من یک کس گم کردگی هستم، مرغ میکشم، همین خبر کرد که همونی که غایب شدگی هست و در کجا هست، تینج صحت سلامت باشد دیره نمیبینه. همین خبر کرد که تینج همش ناز خواطر نشه، اما صد خویزه گود تمام بس چیکار میکنه؟ یعنی که نوری دیده میگود و گوسفند نکشه. او یخبره عن المال المفقود، مهم او را خبر دهد اون فالچه و اون پیشگو مالی گم شده شد. او غیر ذلك من الامور التي يسأله عنها، یعنی که غیر از اینا دیگه کارهایی که اونها را یعنی که میپرسه. فيخرج من دينه والعياذ بالله، چون این کس از دینش میبرد، الله پناه دیده. ويرتد في شيء يظنه انه سهل، و پشت یک چیزی را مرتد میشود که گمان میکند که سهل آسانه. فالامر خطیر جدا، لیکن این کار خیلی هم خطرناک است. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که همه ما و شما را از شرک بزرگ و از شرک کوچک نگه داشته باشد. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا، و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.